امروز توی این ویدیو میخوایم بریم ببینیم بهترین نفس کشیدن زیر آب چطوره، باید از چی استفاده کنیم. اولیش استفاده کردن از پوشنه. این پوشن 8 دقیقه به شما وقت میده که زیر آب نفس بکشید. توی این 8 دقیقه خب تایمش خوبه، اگر هم تایمش نباشه پوشن دیگه میخورید، اما خیلی خرج بالایی داره و استفاده کردن ازش یکم باید از دنیاتون رد شده باشه، یعنی تو روز 20-30 میتونید ازش استفاده کنید و به درد نمیخوره واسه اول کار که بخواید پیدا کنید. بعدش استفاده کردن از این کلاهاست که از پوست لاک‌پشت استفاده میشه. این حدوداً 10 ثانیه بهتون مهلت میده که زیر آب نفس بکشید و بعد از 10 ثانیه هی باید برید روی آب، هی باید برید زیر آب. درسته کم هزینه است اما خیلی به درد نخور و آشغاله، یعنی استفاده نکردن ازش بهتره تا استفاده کردن ازش. 10 ثانیه خودتون میتونید بیشتر نفس نگه دارید، یعنی اون حبابا بهتره میتونید نفس نگه دارید. بعدش استفاده کردن از ماگما که به نظر من بهترین روشه، چون ماگما هم راحت به دست میاد، هم نفستون بی نهایته، یعنی هر چقدر دوست دارید میتونید این ماگما رو بکنید ببرید یه جا بذارید. فقط یه بدی داره که باید حتما شیفت رو نگه دارید وگرنه بهتون دمیج وارد میکنه. اگر هم میخواید ماگما رو پیدا کنید هم زیر دریا میتونید پیدا کنید، هم از پورتال شکسته و میذارید و شیفت رو میگیرید و به راحتی اگه دایمندی چیزی زیر آب بود میخواستید بکنید به راحتی میکنید. اگر من بخوام بین همه اینا دست بندی کنم، اول از همه بهترینشون ماگماه، بعد از ماگما پوشنه و بعد از پوشن این کلاه هست. و برای ویدیوی بیشتر اگر دوست دارید آموزشی بهتری از مایکرافت ببینید چنل منو سابسکرایب کنید.